به نام خدا. سلام، من علی کریمی. خیلی خوشحالم که با یونیت 4B قسمت دوم از کتاب اول انگلیش فایل ویرایش 4 در خدمت شما عزیزان هستم. خب بریم برای درس امروزمون یه آنچه گذشته خیلی سریع داشته باشیم. یه مکالمه ای رو اینجا داشتیم، متنش هم اینجا بود، با هم دیگه کار کردیم، تمرینش هم انجام دادیم و مهمتر از همه رفتیم به صفحه 121 10 تا رنگ و 15 تا یا فکر کنم 16 تا صفت رو با هم دیگه یاد گرفتیم که اصطلاحاً صفت‌های خیلی پرکاربردی بودن در زبان انگلیسی. بریم برای بخش 2 که grammar هست، adjectives صفت‌ها. circle A or B. 4 تا جمله اینجا داریم، یعنی 2 جفت جمله بین اینجا هست. شما باید بین A یا B جواب درست رو انتخاب بکنید. It's a beautiful car یا It's a car beautiful. They're goods cars یا They're good cars. جواب رو انتخاب بکنین و برگردیم بیاین. خب دوستان عزیز، من جواب رو مشخص کردم. It's a beautiful car. ماشین قشنگیه یا این هست یک ماشین قشنگ. نکته‌ای که هست، ببینید ما نباید بگیم It's a car beautiful. اول صفت بعد اسم. اول صفت بعد اسم. من یک کلمه اینجا براتون می‌نویسم، یا بهتر بگم 2 تا کلمه یا حالا یک عبارت براتون می‌نویسم. bad boy یعنی پسر بد. bad boy پسر بد. تو فارسی میگیم پسر بد، یعنی اول اسم رو میگیم بعد صفت رو، ولی خب تو انگلیسی اول صفت رو میگیم بعد اسم رو. bad boy. پس It's a car beautiful غلطه. مورد دوم They're good cars. من اینجا اسمم جمع دیگه. cars یعنی ماشین ها. فرقی نداره اسم شما مفرد باشه یا جمع باشه. صفت جمع بسته نمیشه. They're goods cars غلطه. نگین که چون اسم من جمع بسته شده منم باید بیام صفتم رو در حالت جمع بگم. حالا همینو ببینید. Bad boys فیلم معروف. Bad boys پسران بد. پس شد 2 تا نکته. اول صفت بعد اسم. فرقی هم نداره که اسمتون مفرد باشه یا جمع باشه. صفت جمع بسته نمیشه. خب بریم به صفحه 98. یک فایل صوتی اینجا داریم. طبق معمول من فایل رو براتون پلی میکنم، گوش کنید، تکرارم بکنین و برگردیم بیاین. 4.19 1. An Audi is expensive. It's fast. 2. An Audi is an expensive car. It's a fast car. 3. They're old houses. My glasses are new. 4. He's tall. She's tall too. خیلی خوب، به این فایل هم با هم دیگه گوش دادیم. An Audi is expensive. It's fast. نگاه کنید اینجا صفت fast و expensive تنها اومدن. هیچ مشکلی هم نداره. An Audi یک Audi is expensive هست گرون. It's fast سریع. اینجا صفت تنها اومده. جمله دوم An Audi is an expensive car. اینجا صفت و اسم با هم اومدن و چون با هم اومدن اول صفت رو میاریم و بعد اسم رو. An Audi is an expensive car. این an هم به خاطر expensive هست، یک ماشین گرون دیگه. ببینید an expensive car. It's a fast car. یک ماشین سریعه. بازم اینجا ما اسم و صفت رو با هم داریم که اول بعد صفت رو بیاریم و بعد اسم رو. اگر بخوایم بگیم یک ماشین سریع یا حالا یک ماشین گرون، باید از A یا an استفاده بکنیم. ببینید An Audi is an expensive car. It's a fast car. چرا اینجا A اومده؟ چون صدای ف رو داریم برای fast. چرا اینجا an اومده؟ چون صدای
A رو داریم برای کلمه expensive. Their old houses. Their اونها هستن. Old houses. یه نکته تلفظی داره که براتون توضیح میدم. اینجا هم ما اسم و صفت رو با هم داریم. پس اول صفت رو میاریم و بعد اسم رو. اسممون هم اینجا جمع هست. مشکلی هم نداره. گفتیم اسممون مفرد باشه یا جمع باشه. صفت رو ما هیچ موقع تاکید کنم بچه‌ها. صفت رو ما جمع نمیبندیم. ما خونه های در واقع قدیمی هستن. My glasses are new. عینک من، گفتیم اینجا جمع جفتی هست. عینک من جدیده. عینک من هست جدید. He's tall. اون آقا قد بلنده. She's tall too. اون خانم هم قد بلنده. خب نکته‌ای که اینجا من می‌خواستم بگم. ببین بچه‌ها کلمه house اگر مفرد باشه، یعنی من بخوام بگم خونه، میگم house. صدای س رو داریم در انتهای کلمه. ولی اگر بخوام بگم خونه ها باید بگم houses. ببینید نمیگم houses. houses. پس house خونه، houses خونه ها. یه نکته من بگم قبل از که بخوایم این 4 تا قانون رو با هم دیگه بررسی داشته باشیم. این بچه‌ها صفت یا حالا adjective به طور کلی کلمه هایی هستن که در خصوص یک اسمی به ما اطلاعات میدن. حالا این اسم میخواد ماشین باشه، میخواد عینک باشه، میخواد خونه باشه، میخواد یک آقا باشه، یک خانم باشه، یک پسر باشه، یک خودکار باشه. خودکار من آبیه. موبایل من مشکیه. ماشین من ایتالیاییه. ببینید ایتالیایی، مشکی، قرمز، سبز، بزرگ، کوچیک، قدیمی، کهنه، همه اینها صفت هستن و به نوعی دارن راجع به یک اسمی به ما اطلاعات میدن. پس صفت ها در خصوص اسم ها به ما اطلاعات میدن. حالا اسم ها چی هستن؟ مثل آدم ها. پسر، دختر، مرد، زن. he، she، I، you. اینا آدم هست دیگه به نوعی. مثل اشیا، خودکار، کتاب، کیف، ماشین، موتور. مثل حتی مکانها، شهر، کشور. اصلا من میگم فلان شهر قشنگه. تبریز is beautiful. اینجا تبریز یک مکان دیگه، پس اسمه. حالا نمیخواد خیلی خودتون رو درگیر این بکنین. اگرم میخواستم خیلی دقیق یاد بگیرم من میومدم براتون یه دسته‌بندی میکردم. ولی به طور کلی میخوام بهتون بگم که صفت‌ها راجع به اسم‌ها به ما اطلاعات میدن. اسم‌ها مثل مکان‌ها، مثل آدم‌ها، مثل اشیا، مثل حیوانات و حالا چیزهای دیگه. خب یه سری قانون اینجا داریم. We use adjectives after the verb be. For example, an Audi is expensive. میگه که ما از صفت‌ها بعد از فعل حسن استفاده میکنیم. An Audi is expensive. یک آودی یعنی یک ماشین آودی هست گرون. نباید بگیم an Audi expensive is. یعنی چیزی غلطه. We use adjectives before a noun. اگر بخوایم اون اسم و صفت رو با هم بیاریم باید صفت رو قبل از اون اسم استفاده بکنیم. It's a fast car. نباید بگیم It's a car fast. و مورد سوم adjectives are the same for singular and plural که اینم بررسی کردیم. فرقی نداره اسم شما مفرد باشه یا جمع باشه. صفت همیشه مفرده. It's an old house. این یک خونه قدیمی هست. They're old houses. اینها خونه های قدیمی هستن. نباید بگیم their old houses. و adjectives are the same for men and women. برای آقایون و خانم ها هم صفت ها یکی هست. یعنی بحث جنسیت اینجا مطرح نیستش. مثلا ما کلمه young رو میتونیم استفاده بکنیم به معنی جوون. من میگم he's، مثلا دارم راجع به یک آقای حرف میزنم. He's young. اون آقا جوونه. حالا میگم she's young. یعنی اون خانوم جوونه. پس زیر اینم خط بکشیم. پس تفاوتی نداره که راجع به آقا حرف بزنیم یا راجع به خانوم. صفت‌ها فرقی ندارن. خب بریم برای قسمت تمرین ها.
Right senses بیام اینجا right senses with its a or an or their adjective plus noun. خب اگر مفرد باشه از a یا an باید استفاده بکنین به همراه its، یعنی این هست یک فلان که باید صفت و اسم رو بیارین. اگر هم جمع باشه میگیم their، یعنی اونها هستن یا اینها هستن، بعد صفت و بعد اسم. مورد اول یک رستوران رو داریم و صفتی هم که کتاب برش آورده great هستش، یعنی عالی. It's a great restaurant. این هست یک رستوران عالی، یا حالا میتونیم بگیم رستوران فوق العاده. خب ما بقیه اکثر هم جمله هاشون رو بنویسین و برگردیم بیاین. خب رفقای عزیز، من جواب ها رو نوشتم. old و car رو به نوعی داریم. It's an old car. این هست یک ماشین قدیمی. دو تا حالا کت یا پالتو رو داریم به نوعی. They're black coats. اینها کت های مشکی هستن. یک موبایل جدید داریم. It's a new phone. این یک موبایل جدیده. حالا فون میتونیم بگیم، سل فون میتونیم بگیم، تفاوتی نداره. They're big houses. اینها خونه های بزرگی هستن. و مورد پنجم که قبلا هم اشاره کردیم، برای عینک حالا میخواد glasses باشه یا sunglasses باشه، معنی عینک آفتابی، گفتیم ما مفرد معنی میکنیم توی فارسی، ولی خب از نظر گرامری باید یک اسم جمع در نظر بگیریمش. به همین خاطر it's مثلا an expensive sunglasses غلطه، باید بگیم their expensive sunglasses. حالا تحت لفظیش میشه اینها عینک های گرونی هستن، ولی ما اصلا اینجوری نمیگیم و باید بگیم که این هست عینک آفتابی گرون، sunglasses عینک آفتابی. و کتاب خوب it's a good book. این یک کتاب خوبه. بریم برای تمرین B. Order the words to make senses. یه سری کلمه به شما داده که نامرتب هستن، شما باید با ترتیب درستشون اونها رو بنویسین تا به نوعی حالا جمله که مد نظر کتاب هست ساخته بشه. Blue is bag my. My bag is blue. ببینید ما اینجا صفت رو تنها داریم. تو این مثال ها صفت همراه با اسم می اومد که قبل از اسم و صفت رو داشتیم الی آخر، ولی توی این مثال ما صفت رو تنها داریم. My bag کیف من is blue هست آبی. ما بقیه رو بنویسیم، برگردیم یا این جوابا رو با هم دیگه بررسی میکنیم. خب دوستان عزیز، جوابای این قسمت هم من براتون نوشتم. بریم و یک بررسی داشته باشیم. It's a beautiful day. روز قشنگیه. روز حالا میتونیم بگیم زیباییه. It's a beautiful day. ما اینجا اسم و صفت رو با هم داریم دیگه. It's a beautiful day. Amy's husband is very nice. شوهر ایمی هست خیلی خوب. حالا nice رو اگر برای آدم ها استفاده بکنیم میتونیم بگیم به معنی مهربونم هست، یعنی شوهر ایمی خیلی مهربونه، خیلی خوبه. They're very difficult questions. اینها سوالهای خیلی سختی هستن. They're very difficult questions. اینها هستن خیلی سوالهای سخت. حالا بخوایم تحت لفظ بگیم. This is a cheap phone. این هست یک موبایل ارزون یا یک گوشی ارزون. This is a cheap phone. It's a terrible photo یا photo تفاوتی نداره. این هست یک عکس خیلی بد. Ellie is a fantastic teacher. Maggie is a fantastic teacher. مگی هست یک معلم خیلی عالی، فوق‌العاده. Our cat is very old. گربه ما خیلی پیره. پس این بچه‌ها old به معنی پیر هم هست. ما توی قسمت adjectives که داشتیم توی بخش در واقع vocabulary bank صفت‌ها رو یاد می‌گرفتیم، گفتیم که old به معنی قدیمی هست، به معنی کهنه هست، به معنی مسن یا پیر هم هستش. اینو تو ذهنتون داشته باشین که یه جورایی من متضادشم بهتون گفتم دیگه، میشه young یعنی جوون. پس
Our cat is very old. گربه ما خیلی پیره، خیلی مسنه. This isn't a very good restaurant. این نیست یک رستوران خیلی خوب. It's a very long exercise. این یک تمرین خیلی طولانی هست. Their dog is very ugly. سگ اونها یا سگشون خیلی زشته. Italian bags are very expensive. کیف‌های ایتالیایی هستن خیلی گرون. This is a very small room. این هست یک اتاق خیلی کوچیک. خب اینم از این. حتما بچه‌ها یادتون باشه دیگه، من توی ویدیوهای اول این مجموعه اشاره کردم دیگه، بعدش نگفتم، ولی خب الان باز یک بار دیگه من میگم این جمله هایی که اینجا هست رو سعی کنید فارسیشو بنویسین، بعد انگلیسیشون رو بگین، بعدش میتونید یه سری تغییر تو این جمله ها اعمال بکنید. مثلا اینجا اومده گفته که It's a very long exercise. این یک تمرین خیلی طولانی هست. حالا مثلا شما بیاین بگین It's a very long book. این یک کتاب خیلی طولانی هست. یا Their cat is very ugly. گربهشون خیلی زشته. Italian bags aren't very cheap. ببینید من همین جمله رو اومدم به یک روش دیگه ای گفتم. Italian bags aren't حالا cheap یا very cheap یعنی چی؟ یعنی کیف های کیف اجازه بدین، یعنی کیف های ایتالیایی ارزون نیستن. وقتی که میام میگم کیف های ایتالیایی ارزون نیستند با کیف های ایتالیایی گرونن یکیه دیگه، درسته؟ حالا متوجه میشین که چرا کتاب توی قسمت وکابلری بانک یه تمرین به شما داده بود تا متضاد صفت‌ها رو با هم دیگه بیاین و بگین. یه وقتی هست مثلا شما این کلمه expensive رو یادتون نمیاد، مثلا دارین یه جمله رو میگین میخواین بگین که آقا کیف‌های ایتالیایی خیلی گرونن، این کلمه expensive رو یادتون نمیاد. خب میتونید از متضاد این کلمه استفاده بکنید تا منظورتون رو برسونین. Italian bags aren't cheap. کیف‌های ایتالیایی ارزون نیستن. خب بعد که یه چیز ارزون نباشه یعنی گرونه دیگه. و همین دیگه، حتما تمرین بکنید، جمله‌های جدیدی رو بسازین. البته که یه سری تمرینم خود کتاب داریم، اونا رو با هم دیگه بررسی خواهیم کرد. بریم برای تمرین see, listen and say the plural. خب ما اینجا یه سری صفت و اسم رو با هم داریم که مفرد هست، مثلا an American car یعنی یک ماشین امریکایی. شما باید جمعش رو بگین. وقتی که جمع بخوایم بگیم خب این a یا an رو که دیگه نباید استفاده بکنیم دیگه، این مورد اول. و این صفت هم که تغییری نمیکنه، فقط این اسم رو باید در حالت جمع بگیم دیگه. پس an American car یعنی یک ماشین امریکایی میشه American cars، ماشین های امریکایی. فایل 20 رو براتون پلی میکنم، گوش کنید، اون چیزایی که باید بگین رو بگین و برگردیم بیاین. 4.20 1. An American car. American cars. 2. An expensive watch. Expensive watches. 3. A big house. Big houses. 4. A tall man. Tall men. 5. A long book. Long books. 6. A new phone. New phones. 7. A good friend. Good friends. 8. A beautiful woman. Beautiful women. 9. A small child.
Small children. خب دوستان عزیز، به این فایل هم با هم دیگه گوش دادیم. چند تا از اسمایی که بود به نوعی جمع‌هاشون بیقاعده بود، مثل man که میشد men، woman که میشد women و child هم که میشد children. دیگه اینا رو باید حواستون باشه دیگه. خب بریم برای قسمت بعدی که pronunciation یا تلفظ هست. قبل از که این بخش رو بخوایم با هم دیگه کار بکنیم، بریم 2 تا فیلم بلا رو اسمش بلا بود دیگه، آره، بریم 2 تا از فیلم‌های بلا رو با هم دیگه ببینیم و برگردیم بیاین. car arm scarf car horse or order horse more خیلی خوب، فیلم‌ها رو با هم دیگه تماشا کردیم. بریم برای بخش A. Listen and repeat the words and sounds. گوش کنید و تکرار کنید کلمه ها و صداها رو. فایل 21 رو براتون پلی میکنم. گوش کنید، تکرار کنید، برگردیم بیاین. 4.21 car, fast, father, park, garden, horse, or, short, sport, small, awful. خیلی خب، به این فایل هم گوش دادیم. بریم یک بررسی داشته باشیم. صدای آی کشیده مثل کا. حالا اگر بخوایم بریتیش بگیم این آر به نوعی تلفظ نمیشه. یعنی توی بریتیش بگیم کا، توی امریکن میگیم کار. فاست بریتیش، فاست سری، فادر پدر، پارک. ببینید بازم اینجا یه جایی توی بریتیش این آر تلفظ نمیشه، ولی خب توی امریکن میگیم پارک یعنی پارک. گاردن اینجا هم به همین صورت هست. آر توی بریتیش تلفظ نمیشه، به معنی باغ، باغچه، حیات خونه. و آر امریکن فعل هستن. صدای او مثل هورس، ببینید بازم اینجا آر تلفظ نمیشه در بریتیش، اما خب توی امریکن تلفظ میشه. هورس به معنی اسب، شورت به معنی کوتاه، سپورت به معنی ورزش. اگر اینجا من یه دونه اس اضافه بکنم میشه اسپورت، مثلا a sports car یعنی یک ماشین اسپورت. small ببینید small بریتیش هست، small امریکن هست یعنی کوچیک. و awful به معنی افتضاح، خیلی بد. خب بریم برای قسمت بعدی. listen practice the phrases. گوش کنید و این عبارت ها رو تمرین بکنید. فایل 22 رو من براتون پلی میکنم، گوش بکنید. این شکلایی هم که اینجا به نوعی کلمه ها رو به هم دیگه وصل کردن هم یه راهنمایی خیلی خوبی است برای شما تا بفهم که چه اتفاقی داره میفته. وصل میشن دیگه، یه جایی بحث لینکینگ رو اینجا داریم. این فایل رو گوش کنید، برگردیم بیاین من کامل براتون توضیح میدم. 4.22 A big umbrella. A short email. Brown eggs. An old man. An orange coat. An expensive watch. خب دوستان عزیز، به این فایل هم با هم دیگه گوش دادیم، متوجه شدین دیگه. ببینید من اگه بخوام خیلی آروم بگم میگم a big umbrella.
ولی اتفاقی که افتاد این صدای گ و صدای آ در کلمه امبرلا به هم دیگه وصل شدن. یعنی اومد طرف گفتش که a big umbrella big umbrella، نگفت a big umbrella. اینا رو به هم دیگه وصل کرد، یعنی یک چتر بزرگ. a short email رو گفت a short email a short email. اینا رو به هم دیگه وصل کرد، یعنی یک ایمیل کوتاه. خیلی هم بچه‌ها این اتفاق میفته، حالا چه در بریتیش چه در امریکن فرقی نداره، خیلی این بحث لینکینگ اتفاق میفته و شما هم از این به بعد زیاد توی فایل های صوتی میشنوین. البته که خیلی چیز سخت و عجیب غریبی نیستش، یکم که گوش کنید عادت میکنید. brown eggs، حالا میخوام سریع بگم brown eggs یعنی تخم مرغ های قهوه‌ای، اونم که یعنی یک ایمیل کوتاه. an old، ببینید نمیگم an old man یعنی یک پیر مرد، حالا میتونیم بگیم یک مرد مسن. an orange coat یعنی یک، حالا کوت که به معنی پالتو هست، این ذهنتون داشته باشین، کت بلند یا پالتو رو میگیم کوت. an orange coat یعنی یک کت نارنجی. an expensive watch ببینید نمیگم an expensive watch یعنی یک ساعت گرون. خب یه دونه فایل صوتی اینجا هست، فایل صوتی 23. 5 تا عبارت مثل همچین عبارت هایی که الان شنیدیم، یعنی بین این کلمه ها به هم دیگه وصل میشن. باید به در واقع این عبارت ها گوش بکنید و اونها رو بنویسین. فایل 23 رو براتون پلی میکنم، گوش کنید، عبارت ها رو بنویسین و برگردیم بیاین. 4.23 1. An ugly house. 2. An easy exercise. 3. My old ID card. 4. Good evening. 5. An American friend. خیلی عالی، به این فایل با هم دیگه گوش دادیم. اما بچه‌ها من متن این فایل صوتی رو براتون نوشتم و حالا شاید بعضی از شما یکی دو تا از کلمه ها رو نتونستین تشخیص بدین. اگر هم حتی کامل تشخیص دادین میتونید املای خودتون رو چک بکنید. مثلا اینجا evening رو ببینید درست نوشتین، حالا کلمه‌های دیگر. فایل 23 بود، نمیدونم چند بود. مجدد براتون پلی میکنم، گوش کنید، یه بررسی بکنید و برگردیم بیاین. 4.23 1. An ugly house. 2. An easy exercise. 3. My old ID card. 4. Good evening. 5. An American friend. خیلی خب، برای بار دوم به این فایل با هم دیگه گوش دادیم. An ugly house یعنی یک خونه زشت. حالا بخوایم سریع بگیم an ugly house یعنی یک خونه زشت. An easy exercise یک تمرین راحت. My old، ببینید my old رو میگم my old ID card یعنی کارت شناسایی قدیمی من. ببینید چجوری ترجمه کردم. My old ID card رو از آخر گفتم، کارت شناسایی قدیمی من. Good evening عصر بخیر. An American friend یک دوست امریکایی. ای امریکن رو هم باید با حرف بزرگ بنویسیم، چون قبلا اشاره کردیم که شهر، کشور، ملیت، زبان اینا جزو اسامی بودن که اولین حرفشون رو باید با حرف بزرگ می‌نوشتیم. خب اینم از این. بریم به تمرین D. With a partner look at the photos from vocabulary bank adjectives and make senses. خب ما اینجا دو تا قالب داریم. It's a، حالا یا an، فرقی نداره، فلان چیز. حالا اون فلان چیز رو چطور باید بگیم؟ اول صفت و بعد اسم، اگر مفرد باشه. اگر هم جمع باشه their صفت و اون. چرا این خطای من کج میشه یو؟ their
صفت و اون اسم ها در حالت جمع. خب من این قسمت رو براتون بیارم. خب الان بچه‌ها این تصویر رو ببینید. من یه دونه کیف مشکی دارم. میخوام بگم این هست یک کیف مشکی. چی باید بگم؟ It's a black bag. حالا من براتون می‌نویسم. It's a black bag. این هست یک کیف مشکی. حالا میخوام بگم اینها کلیدهای آبی هستن. چی میشه؟ They're blue keys. They're blue keys. پس اگه مفرد باشه it's a یا an، اگر جمع باشه they رو استفاده میکنیم، بعدش هم اون صفت و اسم رو میاریم. من بچه‌ها اینا رو یک بار اسماشون رو بهتون میگم، چون اگه بخوایم تک تک همه رو کار بکنیم خیلی زمانمون رو میگیره، ولی خب حتما یا همین الان فیلم رو پاز بدیم و این تمرین انجام بدیم، یا بعد از دیدن فیلم حتما این تمرین انجام بدیم. خب تخم مرغ داریم اینجا که میشد اگ، مداد داریم، پنسل، حالا اگر جمع هست باید حالت جمعش رو بگین دیگه. صندلی که میشد چیر، ساعت مچی واچ، تلفن فون یا سل فون، البته گوشی دیگه، حالا تلفن نگیم بهتر چون خود کلمه تلفن کلمه انگلیسیه و بخوایم فارسی بگیم بهتره که از کلمه گوشی استفاده بکنیم. ماشین که میشد کار، دوچرخه بایسیکل، چتر هم میشه امبرلا، کفش، البته چون ما همیشه در واقع 2 تا لنگ کفش داریم، یا بهتر بگم یک جفت کفش، خلاصه 2 تا داریم، باید بگیم شوز، باید جمع بگیم. فکر کنم اینو نداشتین، بذارید من براتون بنویسم شوز. این فکر می‌کنم کتاب هست که بوک میشه، با ساعت مچی واچ رو داریم، کارت شناسایی آیدی کارت، ماشین کار، گربه کت، خونه هاوس و دفتر هم که میشد نوتبوک. خب حتما با این قالبی که اینجا داشتیم بیاین و راجع به اینها صحبت بکنین. مثلا من میخوام بگم که این یک کتاب قدیمیه یا حالا یک کتاب کهنه است. چی باید بگم؟ It's an old book. یا البته کتاب که نیست، دفترچه است. It's an old notebook. ببینید اینجا پس به جای a من باید بگم an. چرا؟ چون بعدش من کلمه old رو دارم. It's، حالا کامل من براتون بنویسم، It's an old notebook. پس حتما این اسم ها رو به همراه صفتشون بیاین و بگین. بریم برای بخش بعدی که اینجا هست. Talk in small groups. در گروه های کوچیک بیاین و صحبت بکنیم. خب ما اینجا یه سری عکس داریم که برای هر کدوم از اینها 2 تا صفت رو کتاب استفاده کرده. مثلا cities به معنی شهرها و 2 تا کلمه big و small رو داریم، یعنی بزرگ و کوچیک. پس اینجوری میتونیم بگیم big cities یعنی شهرهای بزرگ، small cities یعنی شهرهای کوچیک. این I prefer که من توی یونیت که نه، توی ویدیو قبلی هم براتون گفتم باش کار داریم، همینجاست دقیقاً. I prefer small cities میگه من شهرهای کوچیک رو ترجیح میدم. من ترجیح میدم شهرهای کوچیک رو. حالا مثلا دوستش میاد میگه me too یعنی منم همینطور. me too منم همینطور. حالا دوستش میاد میگه که مثلا نفر سوم میاد میگه I prefer big cities من شهرهای بزرگ رو ترجیح میدم. خب من اینا رو براتون بگم. food که اینجا به معنی غذاها هستش. Japanese food یعنی غذاهای ژاپنی. Mexican food یعنی غذاهای مکزیکی. مثلا من میگم I prefer Mexican food من غذاهای مکزیکی رو ترجیح میدم. حالا شما بیاین بگین که من غذاهای ژاپنی رو ترجیح میدم. I prefer Japanese food. خب اسم بعدی که داریم films هست یعنی فیلم ها. مثلا من میگم که I prefer American films من فیلم های امریکایی رو ترجیح میدم. شما بیاین بگین که من فیلم های در واقع بریتانیایی رو ترجیح میدم. I prefer British films. قبلا هم گفتم فیلم بریتیش هست و توی امریکن میگیم مووی. یعنی اگر من میخوام این جمله I prefer American films رو
امریکایی بگم یعنی در لهجه امریکن بگم میگم I prefer American movies و مووی یا فیلم هم به معنی فیلم سینمایی هست. الان این فیلمی که شما دارین مشاهده میکنین این مووی نیستا، این حالا میتونیم بگیم ویدیو هست یا حالا کلیپ هستش، ولی مووی یا فیلم به معنی فیلم سینمایی هستش. خب من میگم I prefer expensive restaurants. من رستوران های گرون رو ترجیح میدم. حالا شما مثلا بگین من رستوران های ارزون رو ترجیح میدم، به همین صورت همش رو بگین دیگه. حالا من گفتم مثلا شما اینو بگین شما همه اینا رو بگین. و چیزی که حالا کتاب داره سعی میکنه به شما یاد بده این بحث I prefer هست، یعنی من ترجیح میدم حالا فلان چیزا رو. Old new houses خونه های قدیمی، خونه های جدید. Long short books کتاب های طولانی، کتاب های کوتاه. Big small dogs، حالا من دو تا صفت ها رو دارم پشت سرم میگم، درستش اینه که بگم big dogs small dogs یعنی سگ های بزرگ، سگ های کوچیک. Black and white photos یعنی عکس های حالا تصویر های black and white یعنی سیاه سفید یا حالا میگیم سیاه و سفید، یا color photos یعنی عکس های رنگی. پس حتما با این I prefer این عبارت ها رو بیاین و بگین. اما بریم برای بخش آخر که یه مستند جالبی رو باید با هم دیگه ببینیم. Bewley Motor Museum یه مستندی هست در خصوص یک موزه که در اون موزه ما حالا میتونیم بگیم وسایل نقلیه رو داریم، هم از کار یا موتور بایک یا موتور سایکل یعنی ماشین و موتور. کاری که شما باید انجام بدین Watch the video Bewley Motor Museum Which is your favorite car. این فیلم رو باید ببینید و بگین که ماشین مورد علاقه شما چی هست. اولین کاری که باید انجام بدید این هست. این قسمت بی میره برای بخش بعدی. پس من فیلم رو براتون پلی میکنم، شما تماشا بکنید بگین که ماشین مورد علاقتون چی هست. اینم بگم بچه ببینید favorite car یعنی ماشین مورد علاقه و توی امریکن هم این یو نوشته نمیشه، مثل کالر که او یو داریم اینجا هم به همین صورت هست. توی بریتیش او یو می نویسیم، توی امریکن او خالی می نویسیم. حالا اینم بگم دیگه قبل از که بخوایم فیلم رو ببینیم which is your favorite car یعنی کدوم هست ماشین مورد علاقه شما. من میگم که what is your favorite مثلا food. چی هست غذای مورد علاقه تو. حالا ما این فود رو برمیداریم مثلا میایم میگیم color. رنگ مورد علاقت چیه؟ What is your favorite city یا city شهر مورد علاقت چیه؟ What is your favorite country کشور مورد علاقت چیه و غیره. خب این فیلم رو براتون پلی میکنم بگین که ماشین مورد علاقتون چی هست و برگردیم بیاین. Hi, I'm Louise, and today I'm in Bewley. Bewley is a small village. It's in England, but Bewley is a French word. In English, we say Bewley. But in French, it's Beau-lieu. Beautiful place. And it really is beautiful. Bewley is in the New Forest. It's famous for its big house, old church, and fantastic motor museum. The National Motor Museum in Bewley is 62 years old. It's a very interesting place with lots and lots of cars. Let's go and see. These are some of the cars. These are old vintage cars. These are fast modern cars. This is my favourite car. It's British and its name is Bluebird. It's 55 years old
and it's very, very fast. These cars are from lots of different countries. This is a Mercedes 60 HP. It's a German car. It's 110 years old and it's black and gold. This is a Ferrari Dino. It's Italian. It's 40 years old. It's red and it's great. This is a Ford Anglia. Ford is an American company, but the Anglia is a British car. This blue Ford Anglia is very famous. It's the Weasleys' car in the Harry Potter films. But the National Motor Museum isn't just famous for cars, it's also famous for motorbikes. This is an American Harley-Davidson. This is an Italian Ducati. And this is a German BMW. The National Motor Museum is fantastic, and Beaulieu is a beautiful village. Come and see. خب دوستان عزیز، فیلم رو با هم دیگه تماشا کردیم. بریم برای بخش بعدی. Watch again. دوباره ببینید. Mark the sentences T for true or F for false. خب ما اینجا 8 تا جمله داریم. اگر جمله ها true یا درست بودن، حرف T رو باید کنارشون بنویسین. اگر جمله ها false یا غلط بودن، حرف F رو باید بنویسین. من اینا رو براتون میخونم، ترجمه میکنم، بعد فیلم رو با هم دیگه ببینیم و درستی یا غلط بودن اینا رو شما مشخص بکنین. Beaulieu is a small village. یعنی چی؟ یعنی بیولی هست یک روستای کوچیک. پس village به معنی روستا هستش. Beaulieu is a small village. بیولی یک روستای کوچیکه. It isn't famous. یعنی چی؟ مشهور نیست. پس famous به معنی مشهور هستش. It isn't famous. مشهور نیست. The National Motor Museum is 52 years old. این موزه قدمتش 52 ساله. می‌بینین؟ و این جمله رو بچه‌ها یه نگاهی بندازین. یه توجهی بهش داشته باشین، بهتره بگم. من میگم که I'm حالا مثلا 30 years old. من 30 سالمه. یعنی ما از این عبارت استفاده میکنیم برای گفتن سنمون دیگه، قبلا یاد گرفتیم. پس برای گفتن قدمت یک ماشین، یک ساختمون، یک شهر، از این عبارت میتونیم استفاده بکنیم. اون رو میگیم is، هست، بعدش هم سنشو و بعدش هم years old. اوکی؟ پس قدمت این موزه 52 ساله. The presenter's favorite car is the Bluebird. ماشین مورد علاقه پرزنتر هم خانومی بود که داشت پرزنت میکرد، یعنی حالا ارائه میداد دیگه، حالا اون در خصوص اون چی میگن موزه داشت برام صحبت میکرد. ماشین مورد علاقه اون پرزنتر یا حالا شخص ارائه دهنده بلوبرد هستش. The Ferrari Dino is 14 years old. ماشین فراری دینو 14 سالشه، یعنی 14 سال قدمت داره. The Ford Anglia is an American car. ماشین فورد انگلیا یک ماشین امریکاییه. It's famous because it's in the Star Wars films. این it's برمیگرده به همین ماشین فورد انگلیا. میگه مشهوره به خاطر اینکه در فیلم های Star Wars یعنی جنگ های ستارگان بوده. The National Motor Museum has motorbikes too. میگه این موزه موتورسیکلت هم داره، یعنی غیر از ماشین موتور یا موتورسیکلت هم داره. خب فیلم رو با هم دیگه ببینیم، درستی یا غلط بودن جمله ها رو مشخص بکنین و برگردیم.
Hi, I'm Louise, and today I'm in Beaulieu. Beaulieu is a small village. It's in England, but Beaulieu is a French word. In English, we say Beaulieu. But in French, it's Beau-lieu. Beautiful place. And it really is beautiful. Beaulieu is in the New Forest. It's famous for its big house, old church, and fantastic motor museum. The National Motor Museum in Beaulieu is 62 years old. It's a very interesting place with lots and lots of cars. Let's go and see. These are some of the cars. These are old vintage cars. These are fast modern cars. This is my favourite car. It's British and its name is Bluebird. It's 55 years old and it's very, very fast. These cars are from lots of different countries. This is a Mercedes 60 HP. It's a German car. It's 110 years old and it's black and gold. This is a Ferrari Dino. It's Italian. It's 40 years old. It's red and it's great. This is a Ford Anglia. Ford is an American company, but the Anglia is a British car. This blue Ford Anglia is very famous. It's the Weasleys' car in the Harry Potter films. But the National Motor Museum isn't just famous for cars, it's also famous for motorbikes. This is an American Harley Davidson. This is an Italian Ducati. And this is a German BMW. The National Motor Museum is fantastic and Beaulieu is a beautiful village. Come and see. خب دوستان عزیز، برای بار دوم این فیلم رو تماشا کردیم. جمله اول، چهارم و هشتم درست بودن، بقیه جمله ها غلط بودن. اینم بگم بچه‌ها، این فیلمایی که در قالب ویدیو لسنینگ ما می‌بینیم که یه جورایی یه مستند کوتاه هست، اصلا نگران این نباشین که آقا من الان یه سری کلمه اونجا گفته شده و متوجه نشدم. و این یا هدف کتابم اصلا این نیست که شما همه اون کلمه ها و عبارت ها رو متوجه بشین. اصلا نگران نباشید، در همین حدی که کتاب یک دو تا تمرین میاد براتون تعریف میکنه، همینقدر واقعا کتاب ازتون میخواد. حالا ان شاءالله جلوتر وقتی سطح زبانتون بالاتر رفت، همه این کلمات که تو این فیلم ها گفته میشه رو کامل میتونید متوجه بشین. اینم بگم، حالا مثلا فیلم‌های انگلیش فایل رو اگر دقت کرده باشین، همه اون متن‌ها رو ما با هم دیگه کار می‌کنیم. یعنی حتی اگر کتاب متنشو نیاره، من خودم جداگونه میارم با هم دیگه بررسی می‌کنیم. ولی این فیلم‌ها یه مقدار سنگین هست. بازم میگم مثلا نباید، یعنی من الان متنشو براتون بیارم و توضیح بدم، مثلا کاری درستی نکردم، چون کتاب نمیخواد که الان این کار رو انجام بدیم و کار درستی هم هست. خب بریم برای تمرین C. Do you think it's an interesting museum? آیا فکر می‌کنید که یک موزه جالب هست؟ پس interesting میتونیم بگیم معنی جالب، جذاب. حالا اگر فکر می‌کنید که هست yes، اگر نه no. بریم برای قسمت آخر که
عبارت‌های این درس رو در قالب فایل صوتی قراره البته چند تایشون رو به صورت گلچین شده با هم دیگه بشنویم. فایل 24 رو من براتون پلی میکنم، گوش کنید، تکرار کنید، برگردیم بیایید. 4.24 Sir. Madam. An electric car. A sports car. Easy to park. Perfect. In her opinion, is the car for you? I prefer this red car. I love it. Come with me. A museum. A village. A motorbike. Famous. خب دوستان عزیز، به این فایل با هم دیگه گوش دادیم. سر آقا، مدم خانم، an electric car ماشین برقی، حالا بهتر بگیم یک ماشین برقی، a sports car یک ماشین اسپورت، easy to park که برای ماشین استفاده شد به معنی اینکه مثلا پارک کردنش آسونه، perfect عالی، البته یه جاهایی هم به معنی مناسبم هست، in her opinion یعنی به نظر اون خانم، in his opinion به نظر اون آقا. بچه‌ها حتما با اینا جمله بسازید، مخصوصا با این عبارتی که الان یاد گرفتیم. مثلا من میام میگم که in my opinion به نظر من he، حالا اگر اینجوری ادامهش بخوایم بنویسیم in my opinion he's very old، به نظر من اون خیلی پیره یا اون خیلی سنش زیاده. پس ببینید in my opinion به نظر من، بعد مییم جمله‌مون رو میگیم in my opinion، حالا یک کاما میذاریم this book is good، این کتاب خوبه. پس به نظر من این کتاب خوبه. in my opinion this book is good. is the car for you، ماشین برای شما هست. I prefer this red car، من این ماشین قرمز رو ترجیح میدم. I love it، من عاشقشم. come with me، با من بیا. a museum، بچه ها ببینید museum، موزیم نگینا، museum یعنی موزه. a village یک روستا. a motorbike یعنی یک موتورسیکلت یا موتور. و famous هم به معنی مشهور. حتما جمله سازی بکنید و تمرین بکنید در یونیت که نه، توی قسمت ریوایز اند چک میبینمتون. مواظب خودتون باشین و فعلا خداحافظ.